عموما فارسی، تاجیکی و دری اینها یک زبان هستند؟ سه نام برای یک زبان یا که زبان‌های مختلف هستند؟ اینا یک زبان هستند. پس این همه ادعاها، این همه بحث و کشمکشی‌ها، این همه جنگ و جدل‌ها در فضای مجازی عموما در دایره‌های علمی، چه در ایران، افغانستان، تاجیکستان، برای جدا کردن این زبان‌ها رو سبب چه است؟ این بحث علمی نیست. پیش از همه باید گفت که این بحث‌هایی که در تاجیکستان سر زدن از چندین سال پیش بحث‌های علمی نیستند، چون از نگاه علمی زبان فارسی یک زبان هست. گویش‌های بسیاری دارد. در هر گوشه از تاجیکستان هم شما بیش از 4 گویش پیدا میکنید، ولی اصلی زبان اون چی صرف نحو این زبان و اون چی دستور تاریخی و دستور امروزی این زبان نشان میدهد و از نظری واژگانی همین یک زبان هست، هیچ تفاوتی با همدیگر ندارد. اینکه در گفتار برخی این گونه میگویند و برخی دیگر گونه میگویند هیچ اهمیت ندارد. اینا بحث های گویش شناسی هستند و داستانشون کاملا جداست. یعنی باید گویش شناسان بیان و این گوناگونی گویش های زبان فارسی رو در هر یک از گوشه و کنار سرزمینی بزرگ بررسی کنند. ولی بحث در تاجیکستان جنبه سیاسی گرفته است، تا جایی که من میدونم بر اساس برنامه ملت سازی که در تاجیکستان بررسی گرفته، میخوان بر اساس همین زبان تاجیکی ملت تاجیک هم پدید آورند. شما ادعا دارید که ملت تاجیک هم نیست با این نام. ببینید مسئله یک چیز دیگری هست. شما میگید که ملت تاجیک به وجود آوردن هستند. ملت سازی یک روندی هست که از عموم شهروندان یک کشور صرف نظر از تبار و نژادشون، زبان و دیگرشون یک جامعه شهروندی را میسازند. در علوم سیاسی امروزه ملت مجموع شهروندان یک کشور را ملت مینامند. مثلا همه شهروندان تاجیکستان یک ملت هستند، ملت تاجیکستان. این هست موضوع ملت سازی در تاجیکستان، نه اون چیزی که شما گمان میکنید که ملت تاجیک یعنی تاجیکان افغانستان، یعنی تاجیک‌های تاجیکستان یا تاجیکان ازبکستان. اینا شهروندان 3 کشور هستند و از روی قانون اساسی این 3 کشور اینها بخش از ملت‌های همان کشورها هستند. نه از لحاظ نژادی نژاد دیگر مهم نیست. از لحاظ نژادی ملت تاجیک هست به فکر شما؟ به همین نام ملت هست؟ بله، همیشه بوده است. در دوره از 1100 سال پیش مردمی به نام تاجیک وجود دارد و زبانش فارسی بوده است. آیا ایرانی ها و تاجیک ها یک ملت هستند؟ نه، امروز ایرانی ها ایرانی هستند، تاجیک ها تاجیک هستند. 2 ملت در 2 کشور. در ماورای تاریخ من در نظر دارم. تاریخ بگذار کنار، تاریخ گذشته. از تاریخ ببینید آغاز میشه. ما در زمانی که یک کشوری واحد داشته بودیم، در زمان مثلا سامانیان، ایرانی و تاجیک این همان بودند، یک ملت بودند. برخی اینا را ایرانی میگفتن، برخی اینا را تاجیک میگفتن، برخی دیگر اینا را از همسایگانشون عجمی میگفتن و دیگر. ولی چون خاستگاه نژادیشون، تباریشون، زبانیشون، فرهنگیشون و دینیشون یکسان بود، اینا یک نام داشتن در یک کشور. همه یا ایرانی بودن یا تاجیک بودن، ولی در هر دو صورت زبانشون فارسی نامیده میشد است. این جای گفتگو بحثی ندارد. تمامی اشعاری و آثاری بزرگان پیشین ما را اگر بررسی بکنید، اونا نام زبان خود را پارسی یا فارسی نامیدن که این همان است. حتی اگر کسی در جای نام زبان خود را دری هم گفته باشد، منظورش بازم فارسی هست. مثلا حافظ جای پهلوی گفته است، جای فارسی گفته است، جای دری گفته است. ناصر خسرو جای دری گفته است، جای پارسی گفته است، ولی منظورش یک زبان است، همون زبانی که در زمان او زبان گفتاری و نوشتاری مردم بوده است. در گذشته ها بله، تاجیک و ایرانی یک معنا داشته است. امروز ایرانی شهروندان جمهوری اسلامی ایران هستند و تاجیک بیشتر شهروندان جمهوری تاجیکستان. برخی یا گروه یا بخش از شهروندان جمهوری های افغانستان و ازبکستان نیز تاجیک هستند، ولی هنگامی که واژه تاجیک بر زبان میاری در هر سطح امروز در جهان بیشتر جمهوری تاجیکستان به نظر گرفته می شود. این ما باید در خاطر داشته باشیم. ولی از لحاظ خویش تباری و نژادی که اونها هم تاجیک هستن، مثلا اگر میگیم که تاجیکستانی ها یعنی تاجیک ها، بله. پس اونها صرف نظر نمیشوند.
ببین مثلا هر کشوری برای خودش یک قانون اساسی دارد. در قانون اساسی تاجیکستان چی نوشته شده است؟ ما خلق تاجیکستان و دوامش. آیا در قانون اساسی تاجیکستان گفته شده است که ما ملت تاجیک نیست؟ چون که در تاجیکستان خلقیت‌های مختلف ما زندگی در میکنن. تاجیکستان خلقیت نداریم. ما در تاجیکستان قوم‌های گوناگونی داریم، بله. ولی مجموع شهروندان جمهوری تاجیکستان، تاجیک، ازبک، روس، تاتار و هر کسی دیگری، همه ملت تاجیکستان را تشکیل می‌دهند. ملت امروز مفهومی سیاسی و اجتماعی دارد. از نگاه علوم سیاسی، در زبان شناسی اصلا نژاد مهم نیست، ملت هم مهم نیست. شما ببینید که ما در افغانستان یک مردمی داریم هزاره نام، بله. مغول نژادن بله. ولی فارسی زبان. در زبانشون فارسی است. آیا اونا تاجیک هستن؟ نه، ولی فارسی زبان هستن و بیشتر از تاجیک ها هم برای زبان فارسی امروز کار کرده اند. این فکری که شما در دایره علوم سیاسی میگویید، مگر برای باز هم پراکنده و از هم جدا شدن تاجیکان جهان بیشتر مساعدت نمیکنه؟ نه، نه. در روی زمین 3 تا 4 تا کشوری وجود دارد که به رسمیت شناخته شده اند: ایران، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان. در این 4 کشور مردمی به سر میبرد که به زبان فارسی سخن میگویند. در 3 کشور این مردمی فارسی زبان خود را تاجیک مینامند، در یک کشور ایرانی مینامند. ولی امروز دیگر همین تاجیک همان ایرانی نیست و همان ایرانی این تاجیک نیست. یک چیزی ساده و روان. اکنون بیاید در مورد اون سوال دهم که زبانتون فارسی یا بله. که امروز ما میگویم تاجیکی از کجا پیدا شد؟ بله. از خراسان یا از ایران؟ خراسان بخشی از ایران هست. هیچ گونه خراسان جدا از ایران نبوده نیست و نخواهد بود. همان گونه که سغد بخشی از تاجیکستان هست، خراسان نیز بخشی از ایران هست. همان گونه که بدخشان بخشی از افغانستان هست، همون خراسان هم بخشی از ایران هست. هیچ گونه خراسان در تاریخ جدا از ایران وجود نداشته است. ولی من جای خواندم که حتی تا زمان سعدی در شیراز زبان فارسی نبوده است. همین امروز در خاروغ مردم به زبان شغنی صحبت میکنند، در خانه ها، در کوچه، در بازار. ولی در اداره های دولتی، در دانشگاه ها، در مکتب ها، در بیمارستان ها و در دیگر جاها به زبان رسمی سخن می رود. در هر کاره 1100 سال پیش در زمان سامانیان نیست و از همین گونه بوده است. در دربار پادشاه به زبان فارسی صحبت می‌کردند، فرمان می‌نوشتند، فتوا می‌دادند، علما دانشمندا به این زبان کتاب‌های خود را می‌نوشتند، ولی مردمی شهر بخارا و اطرافش به زبان سغدی صحبت می‌کرده است. یک چیزی از نگاه زبان شناختی کاملا طبیعی است. ببینید اون فکری که امروز علمان ما ارائه میکنن و در مصاحبه من هم با پروفسور ابراهیم عثمانوف بود که زبان تاجیکی پیدا شده است از زبان سغدی و فارسی امروزه ایران از زبان پهلوی. شما چه نظر دارید؟ استاد ابراهیم عثمان در کتابش سرنوشت واژه تاجیک نوشته بود که زبان فارسی تاجیکی از آمیزش زبان سغدی و زبان شغنی پدید آمده است. اما این سخن وی بی‌پایه هست. باشه خود ابتگاه بسا تمده اچه ده نفهمید یا وزن چیز دید تمده نفهمید وزن چیز دید نگده ده ویزیونی تد نگده مگاه فهمید تد هر چیز که مثلیم تمرد دوی خواب. من چی گفتم؟ من نفهمیدم. السلام علیکم و رحمت الله. این جمله بود به زبان شغنی که من گفتم اگر من به زبان خودم یا شغنی سخنی بگویم شما نمیفهمید. فهمیدید؟ نه. همین جمله ها را من به استاد ابراهیم عثمان هم گفته بودم در مسکو که این نظریه‌ای که شما پیشنهاد کردید که زبان تاجیکی از آمیزش زبان
سغدی و شغنی پدید آمده است بی پای است. دیگه نیست. از یک زبان یا صوفی سوگازب خواهزوند با چیز یه سوگازب پیدا شد. دیگه داره چه نبود. از روسند تا فارسی پیدا نشد، از فارسند تا روسی پیدا نشد. بازم فهمیدید؟ من نمیفهمم. سلام علیکم و رحمت الله. یعنی که از یک زبانی که از دیدگاه زبان شناختی و ساختار و صرف نحوش کاملا دیگر هست، نمیشود که یک زبان دیگری با یک ساختار دیگری پدید آید. این زبانی که ما امروز در تاجیکستان تاجیکی مینامیم تا سال 1928 زبان فارسی نامیده میشد. پیش از اون هم همیشه زبان فارسی نامیده میشد. گاه در ادبیات را دری هم میگفتند، ولی هر یک از این اصطلاحات یک تاریخی خود را دارد. مثلا ببینید که در زمان حکومت سامانیان 1100 سال پیش بگیری، 1150 سال پیش بگیری، در سمرقند بخارای امروزی مردمان زندگی میکردن که به زبان سغدی سخن میگفتند و یک گویش از این زبان سغدی در دره یغناب باز مانده است. اگر یغنابی ها به زبان خودشون صحبت کنند، ما فارسی زبان ها را میفهمیم؟ نه، همان گونه که شما زبان شغنی مرا نفهمیدید. پس هرگز از آمیزش زبان سغدی و شغنی هیچ گونه زبان فارسی پدید نمی آید. آن چیزی رو که زبان پژوهان تا امروز آشکار کردن این هست که زبان فارسی 3 مرحله رو پشت سر گذاشته است. یکی را میگن فارسی باستان و این زبان است که در دیوار نوشته ها و سنگ نوشته های پادشاهان هخامنشی باز مانده است. زبان بسیار کهنی هست، 2700 تا 3000 سال تاریخ دارد، ولی با نابودی پادشاهی هخامنشیان دیگر نوشته از این زبان در دست نمانده است. دوباره در زمان حکومت پادشاهان ساسانی از سال 224 میلادی تا 651 میلادی ما نوشته های به زبان فارسی میانه داریم. همون زبان را خود گویشورانش پارسیگ می نامیدند و یک گونه نوشتاری همون زبان را، چون چند گونه نوشتاری داشته است، یک گونه نوشتاری آن را زبان دریگ می گفتند. اینا همش در تاریخ ثبت شده است و مرحله سوم زبان فارسی را فارسی دری می گویند. چرا؟ چون که پیش از اون هم، یعنی پیش از گسترش اسلام در ایران و توران سرزمین امروزی ما، زبان نوشتاری دریگ نام داشته است. چون که واژه خانه در پارسی میانه خانگ بده است و امروز ما واژه خانگی داریم. بله. همین گونه هم این زبان پارسیگ و دریگ نامیده میشده است. دریگ یعنی درباری. آنچه که ما امروز زبانی دولتی میگوییم، دری به همین معناست دیگه، هیچ معنای دیگری نداره. شاید تاجیک هم در پیروی فارسیگ و دریگ پیدا شده است. بله، چون که از لحاظ ساختاری که مانند است. کاملا. اما آنچه که تاجیک شده است در اصل تاجیک بوده است و آنچه که ما امروز تاجیک میگوییم گونه سغدی اصطلاح پهلوی هست. این هم یک بحث بزرگی هست که امروز میگن که تاجیک از تاج هست و بعد براش تاج میسازند و دیگر، ولی واقعیت یک چیز دیگر رو میگوید که بعد از اینکه دین اسلام از نیم جزیره عربستان بیرون برآمد و با راه جنگ در ایران گسترش پیدا کرد، گروه از ایرانیان که پیش از حمله عرب به ایران مسلمان شده بودند و گروه دیگری که در زمان حمله و پس از آن در ایران مسلمان شده بودند، اینها را زرتشتیان ایرانی تاجیک نامیدند یا تازیک، یعنی اینها عرب گشتند. منظورشون این بود که اینا از دینی پدران خود که برگشتند عرب شدند. همین امروز هم ما کسانی را که روسیه میروند زندگی میکنند و اگر به زبان روسی سخن بگویم میگیم که اینا روس گشتند. یک چیز بسیار ساده است. در کوچه و خیابان‌های روسیه همین دوشنبه شما اون رو میبینید. همین کار در 1400 سال پیش نیز اتفاق افتاده است.
یعنی ایرانیان زرتشتی، ایرانیان مسلمان شده رو تاجیک نامیدن. تازیک به اون زبان خودشون. ما قبیله عرب ربط دادن دیگه. بله. چرا؟ چون که نزدیکترین قبیله عربی که به ایرانیان و پارسیان زندگی میکرده است اون قبیله بنی تی بوده است. همون بنی تی را اینا تازیک میگفتن و پیش از زمان ساسانیان در زمان اشکانیان تاجیک میگفتند. همین اصطلاح تاجیک از زبان پهلوی رفته است در زبان سغدی و هنگامی که عرب ها و لشکر اسلام که بیشترش هم پارسیان یا ایرانیانی مسلمان شده بودند میآیند بخارا را میگیرند در سال 719 721 سغدی ها لشکر اسلام را تاجیکان میگویند. در نامه های دیوشتیچ آخرین پادشاه سغد نوشته شده است که تاجیکان آمدند و ما را زدند. چگونه تاجیک های خودشان میآیند خودشون را بزنند؟ نمیشه. عرب ها آمدند دیوشتیچ را کشتند. نه. و 100 سال پس از این واقعه هاست، 100 سال پس از این هست که با گسترش اسلام در میان سغدیان و بلخیان اصطلاح تاجیک معنای عربی را از دست می‌دهد و معنای ایرانی مسلمان را می‌گیرد و بعد از اون با فارسی زبان شدن مردمی سغد و بلخ تاجیک معنای امروزی خودش می‌گیرد، یعنی ما. ببینید حدود زندگی تاجیک ها اصلا کجا هست امروز در مورد تاریخ من در نظر دارم؟ آنچه که امروز ازبکستان، کرغیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ترکمنستان نامیده میشوند سرزمین تاجیکان هست. ایران؟ ایران سرزمین ایرانی است. تاجیک همه ایران است. به دست در اون زمان ایران کلا از روزی که نخستین گروه های ایرانی خواه پارسیان بوده باشند، خواه بلخیان، خواه تخاریان، خواه سغدیان، خواه خوارزمیان، مروی یا بیوردی، هر جایی که بوده باشد مسلمان شده است نام تاجیک را گرفته است. ببینید همین یکی از سبب هایی که امروز روزبکی به گفته شما شدن زبان تاجیکی ما زبان فارسی تاجیکستان شاید دور بودن ما یا شاید دور بودن ما از اصل زبان و نبودن رسم و خط باشد که مثلا سببش باشد. شاید این یکی از دلایلش میتونه باشد. بله. ببینید هر زبانی برای خودش یک چهره تاریخی دارد. مثلا زبانی که ما امروز فارسی میگوییم یا فارسی دری مرحله سومی گسترش همین زبان ما از روزی که این زبان در دربار سامانیان زبان کارگزاری دیوان و دفتر شد با همین خطی فارسی نوشته میشد با خط اصلی خودش. برخی از پژوهشگران مثلا استاد خدا بیامرز ریچارد فرای میگفت که 4 تا حرفی گ، چ، پ و ژ رو تاجیک ها در این الفبا عربی افزودن و او میگوید که این کار رو خیلی استاد ابو عبدالله رودکی کرده است. من گاهی به شوخی میگویم که همون 3 نقطه بالای ژ را خیلی حضرت رودکی گذاشته است. البته که شوخی است ولی هر شوخی جان دارد. اون خط کوفی که الفبای عربی نامیده میشد و میشود اون نقطه نداشت و این نقطه ها رو فارسی زبان ها گذاشتن و این خط رو برای نوشتن زبانشون به کار گرفتن. من یک سرگذشت دارم در روسیه روز در مترو کتاب میخوندم. مسافر در پهلوم نشسته بود چپ چپ نگاه میکرد. دیسگاه رفتیم و بعد پرسید که این کتاب به زبان عربی است؟ گفتم نه به زبان تاجیکی است. برگشت حیرت آمیز گفت مگر تاجیکا خط دارن؟ منم نگاهش کردم گفتم زمانی که تاجیکا خط داشتن روس‌ها در جنگل ها چغاره میچیدند. واقعیت تاریخی است. تصور میکنید کسی که خطی عربی را یا همین خطی فارسی ما را از خطی
لاتینی، یونانی، روسی، ارمنی، گرجی و یا خیتایی فرق میکند، یعنی اندک سواد دانش دارد و کسی دانش آموخته هست، لیکن وی هم تعجب آمیز میگه که مگر تاجیکا خط دارند؟ مرا سخت رسید، گفتم زمانی که ما خط داشتیم شما در جنگل ها چغاره میچیدید؟ ببینید ضرورت هست که ما به خط فارسی برگردیم و امکانیت هست به فکر شما؟ اگر نیازش مبرم شود امکانش هم پیدا میشود. این یک آیا ما نیاز داریم؟ بله داریم. با این وضعی که امروز زبان ما دارد ما نیاز داریم، شاید بدتر از این هم شود، ولی گذار به خط فارسی که در واقع خط ملی ما هست باید روشمندانه باشد، برنامه ریزی شده باشد و دراز مدت باشد.